خوب میکنم، همین هر چیزی که دستم میایم میکنم و دستتم خلاص. یادت نره در خانواده من مرد خانواده هستم و من تصمیم میگیرم که چی باید بکنم چی باید نکنم. دلم امروی اندیوالیم تا هر وقت شو، تا هر وقت روز که چکر میرم تصمیم گیرنده من هستم. خودم باید به خودم جواب بدم، نه به کسی دیگه. یادت نره در خانواده یک گپ که من میزنم باید اینمی گپ مور محکمه باشه. کسی من بالای خود آقا بالا بشین ندارم که از ما پرسان کنه کجا بودی، چی وقت رفتی، چرا این وقت آمدی، چی کار کردی، امیتور چی؟ تو سر پیاز، بند پیاز، چی کاره که از ما پرسان میکنی؟ در تمرین ها تو خوب هستم در بیرون. نمیفهم خانه که بیرون باز در اونجا چون دستان میلرزه. اگر می تمرین میکنم بسیار خوب هستم، یعنی خیلی قوی. نمیفهم در خانه چی میشه مرا.